نشریه با نفوذ بین‌المللی سیاحی لونلی پلنت جمهوری تاجیکستان را به فهرست 25 تجربه بهترین سیاحی در سال 2026 وارد نمود. در این نشریه با نفوذ به سیاحان توصیه داده شده است که از منظره‌های دلربای کوهی، طبیعت ناتکرار و مهمان‌نوازی صمیمی ساکنان محلی بهره برده، تجربه سفر به تاجیکستان را به سیاحت خاطرمان و الهام بخش تبدیل دهند. تقریبا 6 میلیون نسخه را فرا گرفته نشانه نفوذ وسیع آن در ساحه روزنامه‌نگاری سیاحی ارزیابی می‌گردد. بازنشر مقاله مربوط به تاجیکستان توسط رسانه‌های بین‌المللی در مثال CNN توجه جامعه جهانی را به اقتدار سیاحی کشور جلب نموده است. اعتراف بین‌المللی تاجیکستان در سمت سیاحی بشارت دهنده طبیعت غنی و ناتکرار، مهمان‌نوازی مردم تاجیک و نشان دهنده ثمره سیاست خردمندانه رهبریت مملکت در سمت رشد استوار ساحه سیاحی، حفظ میراث فرهنگی و معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین‌المللی میباشد. طبق هدف‌های استراتژی ملی رشد در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میراث بای تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، طبیعت نادر آن با کلها، حیوانات و رستنی‌های نادر، اینچنین کوههای بلند شرط مهم برای رشد ساحه سیاحی و افزایش حصه ساحه مذکور در مجموع محصولات داخلی کشور محسوب می‌یابد. امروزها کمیته با جانب‌های هوسمند با مقصد گسترش مناسبت‌های تاجیکستان در ساحه سیاحی با کشورهای پیشرفته در ساحه و معرفی امکانیت‌های سیاحی مملکت طریق واسطه اخبار عامه جهانی پیوسته همکاری‌ها را جانب می‌نماید. در این جهت واسطه اخبار عامه جهانی نیز برای تشریف و ترغیب ظرفیت‌های سیاحی کشور ما هوسمندی ظاهر نموده مراجعت می‌نمایند. همچنین با مقصد پیدا نمودن بازارهای نو، نمایندگان بخش سیاحی مملکت در کلانترین نمایشگاه‌های سیاحی تجارتی و هنرمندی که در دولت‌های خارجی دور و نزدیک برگزار می‌گردند شرکت ورزیده ذخیره و امکانیت‌های سیاحی مملکت را به دوستداران سیر و سیاحت تاجیکستان تبلیغ و تشویق می‌نمایند. باید گفت که مجله سالانه بیست این تراول از جانب لونلی پلنت یک از منبع‌های با نفوذترین در ساحه سیاحی بین‌المللی به حساب می‌رود. آن از جانب دسته تحریرگران، کارشناسان و سیاحان تجربه‌دار آماده شده بهترین سمت‌ها و تجربه‌های بی‌نظیر را در سراسر جهان انتخاب میکنند. نشریه لونلی پلنت تقریبا 6 میلیون نسخه را در بر میگیرد که این نشان دهنده حضور و نفوذ وسیع آن را در ساحه روزنامه‌نگاری سیاحی تاکید مینماید. صحیفه مربوط به تاجیکستان اینچنین توسط پورتال‌های بین‌المللی از جمله CNN به طور وسیع نشر شد که توجه جامعه جهانی را به اقتدار سیاحی مملکت جلب می‌کند. دستاوردها در عرصه بین‌المللی و اعتراف گردیدن از جانب جامعه جهانی محصول سیاست موفقانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. تشبس‌ها و اقدام‌های پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که این امنیت و ثبات سرتاسری در کشور تامین شده نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی باز هم بالا رود. وارد شدن تاجیکستان به فهرست 25 تجربه فراموش نشونده سیاحی سال 2026 دلیل اعتراف منسوبیت ناتکرار به ذخیره‌های طبیعی و فرهنگی کشور است. این بهاگذاری ثابت می‌سازد که تاجیکستان همچون سمت آینده‌دار برای سیاحی بین‌المللی در حال رشد قرار دارد. این دستاورد مهم نه تنها به ثروت‌های طبیعی و مهمان‌نوازی مردم تاجیک اشاره شده، بلکه به کوشش‌های دولت نیز که در رشد انفراستراکچور سیاحی، حمایت میراث فرهنگی و رشد استوار ساحه روانه شدن ارج می‌گذارد. اعتراف بین‌المللی از جانب لونلی پلنت و گزارش‌های وسیع در رسانه‌های پیشرفته به تحکیم نفوذ تاجیکستان همچون سمت به خطر و جالب سیاحان در سراسر جهان مساعدت می‌نماید.